یکی از پرتکرارترین سوالاتی که شما عزیزان میپرسید این هستش: من که واریس دارم میتونم شکلات تلخ مصرف کنم؟ جواب این هستش که بله، شکلات تلخ با محتوای غنی از فلوونوئیدها و آنتی اکسیدان‌ها روی سلامت رگ‌های خونی و کاهش فشار خون اثر داره. تحقیقات هم نشون داده که مصرف روزانه 2 حبه شکلات تلخ با درصد بالا ممکنه فشار روی رگ‌های واریسی رو کاهش بده و سبب بهبود جریان خون توی این رگ‌ها بشه. حالا علاوه بر این که شکلات تلخ رو مصرف میکنید، در کنارش حتما باید یه رژیم غذایی سرشار از فیبر، آب فراوان، میوه و سبزیجات تازه، ویتامین ها، مواد معدنی، ماهی و دانه ها داشته باشید، چون همه اینها کمک میکنن به سلامت عروقتون و بهبود علائم واریس شما. برای مدیریت واریستون حتما باید با پزشک متخصص تو این زمینه مشورت کنید و اون توصیه‌های درمانی مناسب رو طبق دستور ایشون عمل کنید.